در تاجیکستان درباره کدام موضوع گپ زدن ممکن نیست؟ در کدام موضوع فکر بیان کردن نمیتونی بگی؟ بیان فکر ما بیان کردن میتونم. در تمام موضوع‌ها؟ در تمام موضوع فکر ما بیان کردن میتونم. مثلا میتونیم درباره سیاست گپ زنیم؟ نه سیاست. به کدام خاطر؟ به خاطر که خیام خلا. ما میتونیم که هر نفری که اشتباه میکنه در فعالیتش یگان اشتباه دارد تنقیدش کنیم. چرا نه؟ البته. البته. برای مثال این ازادی بیان ما است. برای مثال اگر رئیس جمهور در فعالیتشون اشتباه داشته باشند ما میتونیم تنقید کنیم رئیس جمهور. رئیس جمهور در فعالیتش اشتباه داشته باشد رئیس جمهور خلق انتخاب نمیکنند. رئیس جمهور با توسط ازادی رای عمومی خلقی یعنی ازادی مردم رئیس جمهور انتخاب کرده می شود. ما میتونیم درباره همه فکر ما بیان کنیم آزادانه. مثلا کسی را بخوام تنقید کنیم اگر مشکل داشته باشه. یک تنقید کردن با فکرم اونقدر مهمیت ندارد. اساس ما باید پهلوی خوبی رو بررسی کنیم چون که فکر عقیده مردم خوبتر شود. اگر ما تنقید رو پیگیری نماییم با فکرم کمبودی و نقص یگان منصبدار را تنقید کنیم. این از روی اجازت هم نیست، از روی دینی هم ممکن نیست، از روی قانون هم ممکن نیست. این چخیل به نفس یگان کس رسیدن می شود. این چخیل از روی آداب هم نیست. هست موضوعی که مثال میخوای گپ زدن نو نمیتونی گپ زدن. مثلا کدام موضوع؟ خیلی موضوعی مثال درباره این کارهای داخلی. تمام. فکرتون بیان کردن نمیتونید؟ نه. با کدام خاطر بیان مثلا نمیتونید شما گپ زدن؟ خیلی برای که مشکل است. مثلا وزیرین خودمان یگان سخن گفتنی باشه ما اویله دارم فرزند دارم یگان گپی مقصد اگر کجلا که نو неправильно بفهمن مرا با هم پرسپوس با چیزی چقدر در کار نیکو. امروز ما در تاجیکستان با شرایط کیرو تنقید کردن نمیتونیم در کدام موضوع گفتن نمیتونیم. کیرو تنقید کردن نمیتونه؟ ممکن президент همونه. با کدام خاطر؟ به خاطری که как? Это главный человек. Ну, если это в рамках закона, то да. А если уже это касается чести, свободы самого нашего президента, то это недопустимо, конечно. За это есть даже в Уголовном кодексе статья определенная, что несет за собой ответственность уголовную. کیها را میشناسین که تنقیدشان کرده بودن آخرین بار؟ نمیدونم نفهمید. آخرین مطلبی که خواندین که یک نفر بلندپایه را تنقید کردن. بیرون از خارجه عموما در داخل یا در هست آن کسانی هستند که در با اوید با سیاست دولت خلل میکنن اونها رو تنقید کردن ممکن چون که بعضی از سخنان اونها اینه که ناجا میباشه. پاکستان آزادی بیان هست یا نیست؟ بعضا اینه که بعضا هست بعضا نیست. مثلا در کدام ها که بعضا هست میگم که وایش مخفیده